با این شمشیر سامورایی که میبینید. بهش میگم بامبو زنه. به نظرتون چی میشه برف شادی؟ خوش اومدید به این ویدیو بچه‌ها. توی این ویدیو میخوام با نازنین با این شمشیر سامورایی که میبینید خیلی چیزا رو نصفش کنیم. چیا رو میخوایم نصف کنیم نازنین؟ والا نمیدونم. اینایی که میبینین و همه‌شون رو میخوایم نصف کنیم با این شمشیر. این توش موزه خیلی سنگینه. نازنین همین اول بسم الله یه دونه همون سیبا رو بنداز. یا خدا وایسا ببینم میتونی نصفش هم بزنی؟ بزن اینجا. بچه‌ها اینا رو حیف میل نمی‌کنیم. میذاریم اینجا میدیم حیوانی چیزی بخوره. بگیر. برو اونجا یه دونه بزن ببینم. بزن 1 2 3 بزن. نگاه کن چجوری زدم. ببین نازنین بچه‌ها دوره‌های سامورایی رفته. میتونه بال پشه رو هوا بزنه. برای این ادعاهای خود سند و مدرک ذکر کنید. ببین پوستشو کندم براتون. خب حالا نازنین یه پرتقال بزن. برو اونجا وایسا. بزن. براتون چکش دادم. کیوان ببینم میتونی انا رو بزنی. 1 2 یا بیا. برو پشت گوشی. سعی کردیم میوه‌های خراب بگیریم از میوه فروشه که اسراف نشه. نازنین پرتقال تو زدی من نزدم. یه دونه هم پرتقال بنداز عزیز. بیا اینجا رو بگیر. واقعا نصف شد. ببین بیا اینجا بیارش اینجا. یه جوری نصف کردم. واقعا میتونین بذاری؟ یه جوری نصف کردم که اگه به اسران ما خوش اومدید. کسی فنا کن. درن این زمین افتاد. ما حالا موضوع می‌خوایم بزنیم. آماده ای؟ بنداز. کاتدار میندازم. نه ما هوا بنداز. بیا. یا اول. آفرین اینو خوب زدی. اینو میشه خورد. اینو میشه خورد. از اون ورش بخور دیگه. نه دیگه از این ورش. بابا میخوام بدم به فیلم بردار. بذار یه ذره سرش چیز شد. همه اینا رو قراره بتره کنیم. خب اولیش دومیش بریم. کلامو میخوای بری؟ من برم فیلمتو بگیرم. این شمشیر راستی بهتون نگفتم دوستان، از زنجان برای من فرستادن. دستشون در نکنین، اینو ساختن مخصوص این ویدیو. نازنین آماده ای؟ این از این. میذارمش رو همین. وای نمیسته که وای میسته. وای میسته. بچه‌ها اینا رو نمیندازیم بریم، میبریم استفاده میکنیم، ما اسراف نمیکنیم. آماده باش. 1 2 3. قشنگ روشو برداشتم. یه بار دیگه نازنین. این سری درست میزنم. بگو. خب اینا تمومن. این چیه نازنین؟ این موزه. بیا اینجا. الان دستمو قطع میکنم. آه چه قرمزه. ما گفتیم هندونه خراب بده. بیا الان میبریم میخوریم. چقدر بوی خوبی میده. بخوای تو بزنی؟ بیا. آره. تا خداییش ببینین چقدر خوب کات کردم. لطفاً تو دوره های شمشیر زن سامورایی اونطوری نمیشه. خب یه دیگه از وسط نصف کن. چجوری بخورم اینو؟ ببین استاد چیکار میکنه. استاد آماده؟ بله. برو. واه باریکلا. یه جوری زدم هندونه خودش نفهمید. مرسی. خب بچه‌ها تازه ویدیو شروع شد. میخوام اول یه آب معدنی رو امتحان کنم، بعد 4 تا بذارم، بعد نوشابه، کلی چیز جالب. برو اون پشت صحنه رو بگیر. کیوان تو آماده باش.
آماده؟ حالا اوه، یه جوری زدم یکی هم حالا بزنی؟ ببین این بزرگتر فکر کنم خفن‌ترم بشه. بچه‌ها با پهنای شمشیر زدم، اشتباه کردم، دستم اشتباه رفت. آره نازنین بیا، خیلی عقب گذاشتی. باید یه کاری کنم از 4 تاشم رد شه. نازنین زدی یکم برو عقب. زدم. واو. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a... همه جام خیس شده. از شمشیر سازمون یه سوال دارم. چرا پلنگی زدی اینو؟ میشه من با اینش بزنم؟ کم خطرتره. بیا اول یه کوکاکولا بریم. یا اول پس. برو میخوام بتریم. خب نازنین چی میاری الان؟ ماست. ماست چی میشه اصلا؟ نمیدونم. به نظر چی میشه؟ من به نظر اینجوری بریم ببینیم چی میشه. یه دقیقه صبر کن آقای فیلم بردار. باید بری عقب دیگه. باید میرفتی عقب. من چیکار کل بچه‌ها این پارک محله خودمونه. اولا اینو بهتون بگم. خب حراستش با ما هماهنگه، نظافت اینجا هم خودمون انجام میدیم. برفشادی رو بزنیم چی میشه؟ بیا یه ذره بزنیم اول. رامی همین سرنسته کن. بده بابا. بذار اونجا. یه دقیقه وایسا. خالیش کردی تموم شد. خب آخه من خیلی دوست دارم اینا. دوست داری دوستانم. به نظرتون چی میشه برفشادی؟ یا خدا. یکی دیگه داریم خمیر ریشه نازنین، اونو آخر میزنیم. یه سامورایی در حال تمیز کردن شمشیرش. با هندونه سامورایی شمشیرش رو تمیز کنه. برای یه سامورایی همه جا ژاپن هست یا نه؟ آره. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let بریم. حالا همش رفت. You can see the writing on the pavement. Young kids that growing up in basements. Online a whole new generation. I'ma make mine so you better go take it. Always they need a new replacement. یکی برم یا دوتاشو با هم؟ بذار من برنداشو اول بکنم. باشه برنده آلیس گرفتیم. آلیس ارزون‌تر بود برای هم. قسم میخورم جوری بزنم که این دوتا از وسط نصف بشن.
بعید میدونم ولی باشه. بریم. یکم. یا خدا. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I... خیلی چرخیدم که هیچی از اون شعبه نبود. این خمیردیشه. پوست اینو میتونی. گیوان. بنداز. گیوان. دیگه برای یه سامورایی پوست موس نه. برو اونجا داری. بنداز رو هوا، من بال پشه رو میزنم. برو اونجا. گیوان. بنداز. گیوان. 1 2 3. آفرین. اینم من بزنم؟ نه من میخوام کلم بزنم. خب ببین مراسم داره. بده من کلم. زانو بزن. مشتی هستی و پرطرفدار. این شمشیر درن برای برعکس گرفتی. برعکس گرفتی دختر. بریم. اگه موافقین کله کیوانو باش بکنم. این محکم بگیر. انداز رو سر من شمشیر رو. نه بابا دیگه اون قدم. 1 2 3 بزن. حرام زد پوستش کنده شد. یعنی من تخصصم تو پوستکنی. یک دیگه. کیوان تخصصم من پوستکنیه. بزن. با پهناش زدی. اینا رو کی میخواد جمع کنه؟ ما یه ساعت اینجا کار داریم. من بدبخت. باشه بیا. نازنین میخوام اینو اینوری بزنم. بذار من برم. این آخرین ضربه است. آخرین ضربه رو محکم‌تر بزن. آخرین ضربه رو محکم‌تر بزن. صبر کن. بزن. برو. بگیر. نگه. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. وای. ساعت اینجا باید نظافت کنیم. بابا کیوان. بیا جلو این دوربین. موهامو نگاه. لنز اون دوربین رو نگاه. من شمشیرمو توی این سنگ میکنم. هر کسی بعد از من این شمشیر رو در بیاره. برو بابا. پادشاه ایران میشه. بچه‌ها من پادشاه ایرانم. خب بچه‌ها ما میریم تو کار نظافت. ماشینم باید بیاریم اینجا. اینا رو ما میریم تو کار کثافت. میخوایم بهتون یه چیزی جالب نشون بدم. رامی اینجا رو نگید. منقل عجیبه. این کشو بود بچه‌ها. خب حالا توی همین کشو اینجا رو بگیر رامی. این زباله‌ها رو میذاریم اینجا رو تمیزش میکنیم. چیزی کثیفی نیست. آب و نوشابه است دیگه. بفرما. بچه‌ها کامل داریم اینجا رو نظافت میکنیم. گفتم این پارک محله خودمونه. حراست اینجا هم ما رو میشناسه. این ویدیو پارت 2 اگه خواستیم میسازیم با شمشیرهای دیگه، چیزهای دیگر نصب میکنیم. تو کامنت ها بگید. آره اگه دوست داشتین پارت 2 شو بسازیم، شمشیرهای دیگر هم استفاده کنیم. مثلا این شمشیر هم داریم. ولی این شمشیر بهش میگم بامبو زنه. ببینم. وا چقدر سنگین و وحشتناکه. آره خواستین شمشیرهای دیگر هم امتحان میکنیم. شمشیر عربی، شمشیر کی ببرن؟ یوتیوب این دیوونه است. جدی نگیر یوتیوب اختار نزن برام. خداحافظ.